اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا حی یا قیوم یا لا اله الا انت توکلت علی الحی الذی لا یموت توکلت علی الحی الذی لا یموت والحمد لله الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له ولي من الذل ولم يكن له شريك في الملك وكبره تكبيرا. يا دائم الفضل على البرية يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على محمد وآله خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. مجددا صلوات هدیه بفرمایید. در این شب‌هایی که توفیق بود و خدمت شما بودیم، سری گونه‌هایی از مباحث و سوالات و بحث‌هایی رو مطرح کردیم که من یک اشاره اجمالی به اون مباحث سعی می‌کنم داشته باشم و بعد یک بحثی که به نسبت زمانمون مناسبت بده درباره موضوع دیگری در واقع در ادامه همون مسائل صحبت بکنم. اما به هر حال چون شب آخر است و شب نسبتاً جمع بندی هم میشه گفت، من تصمیم گرفتم یک نگاهی به بحث ها بکنم. شاید یکی از در واقع ما شروع کارمون نگاه به قرآن، تدبر در قرآن و تأمل در قرآن بود، به مناسبت مخصوصاً مناسبت ماه مبارک رمضان و اینکه ماه قرآن است و ماه بهار قرآن. بهار وقت روییدن، شکفتن و طبیعتاً وقتی انسان با قرآن مواجه میشه، در این زمان که انسان از نظر روحانی و از نظر معنوی هم آماده تر هست، طبیعتاً فهم بیشتر قرآن باید حاصل بشه برای انسان. به خاطر همین در واقع ماه رمضان رو ماه تدبر در قرآن هم گفته میشه. ما نگاه کردیم به قرآن ببینیم که قرآن از انسان چه میخواهد. وقتی بخواد انسان مواجه بشه با پیام وحی، با کلام الهی، وظیفه انسان چیست؟ دیدیم مخصوصا ملاحظه کردیم و آیاتی که مربوط به امر تدبر در قرآن بود. افلا یتدبرون القرآن، آیا انسان در قرآن تدبر نمی کند؟ تدبر به معنای این است که انسان عاقبت کار را ببیند، آخره یک چیزی را ببیند، یعنی این پیام به کجا میخواهد بیانجامد. اما در کنار آیاتی که درباره تدبر در قرآن بود و ادامه دادیم، بحث کردیم درباره مسئله حکمت در قرآن. گفتیم که خداوند در قرآن می‌فرماید رسول امین غیر از این که کتاب برای انسان آورده است، یعنی وحی کتاب به او نازل شده است و کتاب را به انسان می‌آموزند که در کتاب اصلا نور هست، غیر از این یک مسئله دیگر را مطرح می کند که کمتر به اون توجه شده است و اون مسئله حکمت بود. یعنی و یعلمهم الکتاب و الحکمه، پیامبر آمده است که کتاب و حکمت را بیاموزاند. و اونجا در واقع سوال شد خب بالاخره ما کم و بیش و زیاد و کم درباره کتاب صحبت شده است و کتاب در مقابل ماست، در دست ماست، متن مکتوب وحی الهی است، حداقل میتوانیم بخوانیم. اما درباره حکمت چقدر اندیشه کردیم یا چه بوده، چه گفته شده،
احتمال دادم بنده که درباره حکمت معمولاً کمتر از اینکه درباره کتاب بحث بشه بحث شده. یعلمهم الکتاب و الحکمه. اونجا هم عرض کردیم برای اینکه خداوند فرمودن که هر کس بهش حکمت داده بشه خیر کثیر داده شده. خیر کثیر، بسیار زیاد. این چیست که خیر کثیر از تعلیم اون به انسان به دست میاد؟ اون چیست که در واقع گاه خداوند درباره لقمان میفرماید که ما به لقمان حکمت عطا کردیم چون خدا را شکر میکرد و بالاخره حکمت. اصلا لقمان پیامبر هم نیست، جز انسان برتر، دارای اخلاق، دارای فضیلت است. بنابراین هم پیامبر است که حکمت را میخواد تعلیم بده، هم به عنوان نمونه خداوند مثال یک انسان وارسته اخلاقی رو میزند به نام لقمان حکیم که به فرزندش یه سری فضیلت‌ها و اخلاق عملی را یاد می‌دهد. اما عرض کردیم در ادامه که حکمت فقط اخلاق عملی نیست، بعد نظری هم دارد. بعد نظری حکمت چی هست؟ عرض کردیم که بعد نظری حکمت در واقع فهمیدن حقیقت عالم است، حقیقت پشت پرده اون ظاهر عالم هست. یعنی در واقع فهم واقعی باطن عالم هست، درگیر شدن در فهم باطن عالم هست. بعد اشاره کردیم در واقع به حدیث نبوی که پیامبر اکرم در حدیث نبوی میفرماید که الحکمت ضالة المؤمن، یعنی حکمت گم شده مؤمن است. عجیب است ها، اینا مسائل مهمیه که پیامبر فرموده. یعنی چی که حکمت گم شده مؤمن است؟ یعنی چی که یک علم نظری و عملی گم شده مؤمن است؟ مگر دم دست ما نیست؟ پیامبر فرموده است من که در واقع حکمت وحی الهی رو به شما آوردم و وحی الهی رو تعلیم کردم، در کنارش حکمت رو که آوردم، اگر کسی اون بعد حکمت دین را نگیرد، در واقع یک قسمت دین را نگرفته است که نگاه عمقی به حقیقت است، نگاه باطنی به حقیقت است، شناخت حقیقت از جهت درونی خودش. پیامبر یه حدیث دیگه هست میفرماید که رب ارن الاشیاء کما هی، خدایا اشیا و چیزها رو اونطور که هستند به من بنماید. یعنی چی؟ یعنی من بفهمم که این هستی که در مقابل ماست، هر گوشه ای از این هستی مظهر چه اسمی از اسماء خداست. چون در تمام عالم گفتیم که اسماء خدا پر شده است و هر چیزی از در عالم نشان دهنده یک اسمی است و هر اسمی هم یک حکمت و علتی دارد. بنابراین پیامبر میفرماید که بعد اگر کسی حکمت بیام، اولا که میفرماید حکمت گم شده مؤمن است. یه مثالم برای این که واضح بشه این گم شده یعنی چی اینجوری عرض کردم. گفتم در زمان صدر اسلام، اصلا در عرب، در فرهنگ عربی، در زبان عربی، ضاله به معنای شتر گم شده بود. یعنی چی؟ یعنی سرمایه انسان، رأس المال انسان وقتی که در سفر میرفت، ما همین مسافریم دیگه، وقتی که به سفر میرفت در بیابان، اون شترش بود. حالا فرض کنید آمده استراحت کرده خوابیده، در یک جا اون شتر بلند شده رفته و این مونده. پا میشه میبینه که عجب، بس اون چیزی که من رو ببره کجاست؟ اون مرکب من کجاست؟ وقتی نیست باید بدونه که تو این بیابان ممکنه تلف بشه اگر کمک دیگه نرسیده. بنابراین باید تا اون جایی که میدونه و میتونه و وقت داره بدوه و با اضطرار اون شتر رو پیدا کنه. به خاطر همین پیامبر میگه حکمت گم شده مؤمن است. حرف عجیبیه. و بعد داشتم در واقع به این حالت، یعنی در حد اضطرار گم شده مؤمن است. اگه اونو نداشته باشه لابد چیزایی رو از دست میده. اما حالا غیر از همه این حرفا رفتیم به بحث دیگری که باز از زبان حضرت نبی این حدیث آمده است که انا مدینة العلم و هی الجنه و علی بابها الحکمه. من شهر علمم، اون شهر جنت است. حالا دیگه جنت چه باشد و اینا حرف نمیزنیم، ولی علی ابن ابی طالب دروازه و در اون شهره که اون در واقع دروازه حکمت است.
یعنی چی گفتیم؟ گفتیم که اینجا نشون میده که در با تمام فضائلی که درباره علی ابن ابی طالب هست قابل انکار هم نیست. اصلا هم در قرآن هم در حدیث هم در سنت تاریخ اسلام اینقدر گفته شده درباره حضرت علی ابن ابی طالب که مگر اینکه یک نفر چشماشو ببنده که نبینه. خب به اونجا رسید که این علی ابن ابی طالب وجودش در واقع وجودی است که حکمت دین رو میخواد نشون بده. معنیش چی میشه؟ معنیش این میشه که اگر هر کس میخواد باطن دین رو بفهمه باید از راه علی ابن ابی طالب بره. اگر کسی میخواد عمق معرفتی داشته باشه باید ببینه که این انسان کامل چی گفته، این مظهر ولایت چی گفته، این فردی که بهش میگن باطن نبوت چه راهی رو داره به ما نشون میده و در کلامش چی آمده. خب پس بنابراین علی ابن ابی طالب رو باطن دین در واقع معرفی کردن. نتیجه عکسش چی میشه؟ نتیجه عکسش این میشه که هر کس که کاری نمیخواد داشته باشه به باطن دین، هر کس که کاری نمیخواد داشته باشه به اینکه حکمت الهی چیه، حکمت تعلیمی حضرت نبوی چیه، طبیعتاً کاری هم با علی ابن ابی طالب نخواهد داشت و نباید داشته باشه. کما اینکه در تاریخ اسلام کسانی بودند که کاری با علی ابن ابی طالب و تعالیم او نداشتند و در ابتدای اسلام هم میدونید که خب بعضی‌ها حضرت رو در واقع سخنهایی میگفتن و نسبتهایی میدادن به امام که در واقع دون شأن ایشون بود. خب پس به اونجا رسیدیم که این قرآنی که از انسان تدبر میخواد علاوه بر وحی یه چیز دیگه به ما معرفی میکنه، حکمت است. بعد حکمت که چیه؟ بعد نظری داره و عملی داره چیه؟ اما یک مسیری در یافتن اون حکمتی که گم شده انسان است معرفی میکنه و اون مسیر علوی هست، یعنی مثلا یا ولایت علی ابن ابی طالب یا تعلیمات اهل ولایت یا امامان. یعنی یکی از حکمت‌های وجود امام این است که اون بعد پنهان در واقع یا بعد باطنی دین کسب بشه. ساده ترین راهش هم اینه. این دعاهایی که از این امام ها صادر شده اگر شما ملاحظه بفرمایید اینا خودشون یک مسائل عمیق معرفتی و الهیاتی توش داره. اینها دست کم نباید گرفت. این بحثایی که در دعاها هست بعضی از دعاها شگفت انگیز مسائلی عمیق، مسائل واقعا عمیقی داره توش که انسان جا داره که مثلا بهش تأمل کنه، باش خوب بگیره و باش انس بگیره و ازشون یاد بگیره. یعنی دعا فقط برای اینکه روش بخونیم بریم نباشه، یعنی مثل اینکه یه متن تعلیمی باید باشه که تو این دعاها چی گفتن، چرا اینجوری حرف زدن. مثلا دیشب درباره دعای کمیل یک پاراگرافش رو خوندیم که چه معارفی در همون پاراگراف اول مثلا دعای کمیل هست. اسم شناسی، یعنی به اصطلاح اسماء حسنای خدا رو چجوری حضرت میگه که در عالم اینها فرا گرفته شدن، نسبت بین حق و ظاهر و باطن مثلا توی اون دعا چیه. بنابراین امام و امامان در واقع اون مسیر حکمت یابی دین تلقی میشه. نکته دیگری که باز تأمل کردیم راجبش اونجور که در ذهن من هست نکته مسئله تفکر بود. اول در تدبر عرض کرد، بعد حکمت و بعد تفکر. تفکر در قرآن خب هم تدبر آمده هم تفکر آمده. حالا ما ممکنه در زبان خودمون بگیم که خب تدبر و تفکر ممکنه یک چیزی باشه، ولی در حالا اون اصطلاحات عربیش تدبر آخر امر رو دیدن است، تفکر پیشا و ابتدای امر رو دیدن است. تأمل در ریشه ها و تأمل در نتایج میشه تدبر. پس تفکر در ریشه ها را دیدن است. خب تفکر هم باز راجبش زیاد در آیات بسیار زیاد در قرآن اومده
که اونم نتیجهش این میشه که عجب این کتاب الهی چقدر درش راجع به تعقل و تدبر و تفکر و تأمل اومده و چقدر این کتاب گفته که به اصطلاح آیا کسانی که میدانند با کسانی که نمیدانند برابرند. چرا این کتاب اینقدر درباره این چیزها تأکید کرده است؟ یک نفر بیاد مقایسه کنه تأکیداتی که بر تفکر در این کتاب الهی هست با سایر کتاب الهی دیگر، واقعا بیاد مقایسه کنه. همین شما برید مثلا عرض میکنم یه نفر برید توی اینترنت میتونه سرچ کنه، جستجو کنه حکمت در قرآن مثلا با حکمت در عهد قدیم. در عهد قدیم چند تا حکمت گفته شده، ولی یکیش هست اونم باز در خیلی اندکتر، یعنی کمتر از این کتاب است. این کتاب وسعت حکمت، وسعت تدبر، وسعت امر به تعقل و وسعت امر به تدبر و تفکر درش بی‌نظیره، واقعا بی‌نظیره. من بدون تعصب دارم عرض میکنم، چون در بخشی از کارام بنده کار میکنم با ادیان دیگر. این کتاب قابل مقایسه نیست، یعنی از نظر اون دعوت هایی که به عقلانیت داره میده. بنابراین غیر از حالا بحث‌های تفکر و تأمل و تدبر و لیلة القدر که چه حقایقی در لیلة القدر هست، که چه نسبتی لیلة القدر با روز قیامت داره و ماه رمضان چه نسبتی بین این لیلة القدر، مثال نزول هستی از حضرت حق و دوباره خود عید فطر ماه رمضان ما رو آماده میکنه برای بازگشت به یوم القیامه. عرض کردم لیلة القدر شب است، یوم القیامه روز است. اون چیزی که پنهان است در شب تاریکی لیلة القدر، اسرار درسته؟ در روز قیامت چی میشه؟ آشکار میشه. یوم تبلع السرائر، میشه روز آشکار شدن. حالا انشاءالله برای ما هم این مثالی که در رمضان هست، مثال بسیار گفتم دایره وجود بهش میگن، یه دور انا لله و انا الیه راجعون، از شب قدر میاد پایین، از روز قیامت میره بالا. عرض کردم همون نقش امامی که امام حکمت بود این بود که وقتی ما اومدیم مرتبه های هستی رو پایین و از اینجا میخوایم دوباره بریم بالا، اون امام و اون پیامبر و اون نبی وظیفش یا کارکرد و فانکشنش این است که اون هستی رو میبره بالا. حالا اینا رو من از خودم که نمیگم، که قرآن سوره صاد و قرآن ذکر، سوره صاد داستانی میگوید که حالا به زبان داستان بخوام بگم، میگه به داوود وقتی که حضرت داوود دعا میخوند، عبادت خدا میکرد یا نماز میخوند به زبان ما، به خداوند به جبال و به طیور و به اینا میگه برید پشت داوود عبادت کنید. یعنی چی این حرف؟ یعنی اینکه اون انسان کاملی که فهم کاملی از خدا دارد و دعای او در درجه عالی است و با خدا میدونه چجوری حرف بزنه و چجوری راه معلم شما بشه در حرف زدن با خدا، شما برید از اون بگیرید یا اخذ کنید، یعنی اون بشه واسطه میان شما و حق، واسطه میان شما و خدا. انسان کامل این نقش رو داره، یعنی در دایره هستی نقش مکمل، رهبر و راهبری رو داره. به خاطر همینم میگن مثلا در آیین تشیع نقش امام چرا مهمه. یعنی امام مخصوصا در مقایسه با اندیشه سلفی، پیامبر وقتی از دنیا رفت تمام میشه، یعنی تاریخ هست، یه تاریخی رو تمام میشه، درش قفل میکنن. ولی در واقع در اندیشه شیعی این تمام نمیشود، این تازه ادامه داره. اون حضور روحانیش تازه قوی‌تر از حضور جسمانیش است. جسم که انسان رو محدود میکنه، وقتی روح باز میشه از جسم که خودش قدرت‌های یا توانایی بسیار بیشتر و فراختری پیدا میکنه. بنابراین اینو عرض میکردم، یه مجموع و مجملی از صحبت‌های شب‌های گذشته تا این که به اینجا رسیدیم
تمام این قرآن اینجوری میخواد، این تدبر، تأمل، حکمت آموزی فلان اینا، و این که بالاخره من انسان باید خدا رو بشناسم، من انسان باید با خدا مواجه بشم. دو شب گذشته درباره این صحبت کردیم که این مواجه شدن من با خدا چجوری باید باشه، از کدوم راههایی باشه. عرض کردیم آیاتی از قرآن که بله یه جا خداوند میفرماید که من به انسان آیاتم رو در آفاق و انفس، در بیرون و درون خودش نشون دادم تا بفهمن که حق من هستم، که انه الحق، خدا حقه. اونجا هم دیشب عرض کردیم به پریشب، بس این بود که نزدیکترین راه معرفت به خدا رو و قریبترین راه رو خداوند در قرآن معرفی میکند. ای انسان ها علیکم انفسکم، یعنی اگر میخواید نزدیکترین راه به سوی من پیدا کنید، از درونتون، علیکم انفسکم، خودتون رو بشناسید، باید خودت رو بشناسی. چرا؟ یه نفر ممکنه بگه که بله من میخوام خدا رو میشناسم، بعد از آفاق میخوام خدا رو بشناسم، چه گلهایی، بعد میفهمم چه خدایی. عرض کردیم این یک معرفتی است، بهش میگن معرفت اکتسابی، یعنی واسطه ای. معرفت درونی و نفسانی رو بهش میگن معرفت حضوری یا بی واسطه. شما خودتون علم دارید به خودتون و به حقیقت خودتون، به حقیقت واقعی خودتون میتونید علم پیدا کنید که اون مستقیم ترین و نزدیک ترین راه شناخت خدا و معرفت حق. غیر از این که میگن که انسان لازم است که خودش را بشناسد و خودشناسی داشته باشه یا معرفت نفس داشته باشه، از یعنی در واقع نتایج اون این است که انسان بداند که خوبی ها به اصطلاح چه چیزهایی کمک میکند انسان رو برای اینکه به کمالش برسه و چه چیزهایی مانع میشه که انسان به کمالش برسه. همه شناخت خود برای این است که بداند کمالش و مسیر کمالش از کجا هست و به کجا هست و چطور خواهد بود. اینا رو من خیلی خیلی خلاصه عرض میکنم چون دو شب دربارشون صحبت کردم. خب عرض به اصل مسئله اینه، یعنی تمام این بحثا این مسئله میخواد اینجا برسونه که ببینید دین دارای ظاهر است و دارای باطن است. ظاهر عمل دینی، ظاهر نماز، ظاهر حج، ظاهر فلان، ظاهر روزه میخواد ما رو به یک باطنی برسونه، نمیخواد در اون مرحله متوقف بشود. اگه متوقف بشه در مرحله ظاهر، طبیعتاً به اون نتیجه‌ای که منظور دین هست نمیتونه برسه. عرض کردم از یکی از عرفای بزرگ حدود 100 سال پیش که اونجا گفت، من مثالش هم عرض کردم، اونجا میگه که ببین فقه یا عملهایی که ما داریم انجام میدیم، مثل نماز بخون، مثلا چجور روزه بگیری، اینا برای چی هست؟ میگه فقه مقدمه عمل است. خب شما وارد عمل میشی، عمل به دین میشی، عمل به دستورات. اما این را بدان عمل که از فقه اومد، عمل مقدمه چیه؟ اون که اونجا متوقف نمیشه، میگه عمل مقدمه اخلاق است. یعنی اون عمل نماز گذاردی، روزه گذاردی، فلان کردی، باید تغییر در اخلاق انسانی انسان و در واقع میگن که آدمیت، رساندن انسان به مقام آدمیت و به مقام انسانی باشه. خب پس یعنی اون برای این است که اون حاصل بشه. دوم، پس مرحله اول بود که فقه مقدمه عملی میکنه، ولی اون متوقف نباید بشه، اون باید منجر بشه چی؟ عمل مقدمه اخلاق است، اخلاقی شدن و انسان اخلاقی شدن. سوم، بحث اینه که این اخلاق برای چیه؟ یعنی در معرفت دینی و در هستی شناسی دین این اخلاق برای چیه؟ میگه اخلاق مقدمه توحید است. همه اعمال و قله معارف دین توحید است، یگانگی خدا، حقیقت همه چیز، حق مطلق اونه. میگه حالا که به بحث اخلاق رسیدی، باید بدونی که حالا که انسان به مقام انسانیتش و کمال انسانیش رسید، مهیای توحید باید بشه.
مهیای شناخت توحید بشه. یعنی انسانی که خودشو تسبیه اخلاقی کرده میتونه مهیای توحید بشه. انسانی که خودشو تصفیه اخلاقی نکرده نمیتونه مهیا و آماده امر توحید بشه، در واقع متوقف شده. این مسئله رسیدن از ظاهر به امر باطن، این مسیر دینه. حالا این راه کجاست؟ اون در درون من و شماست. یعنی مسیر انسان است، نمیخواد بری این طرف یا بری اون طرف، درون توست. یعنی چی درون توست؟ یعنی خودت را باید تغییر بدهی، قلب خودت را باید پاک کنی، اخلاقت رو از اون عملی که میکنی نتیجه بده در تغییر وجودی خودت. اون تغییر وجودی که حاصل شد، اون وقت قلب انسان میشه چی؟ بیت الله میشه، درسته؟ یعنی خانه خدا میشه. امام علی هم عرض کردم در اون خطبه به اصطلاح حمام، اونجوری این جمله رو میگه درباره انسان‌های متقی، میگه که قد احیا قلبه و امات نفسه. خود اون انسان متقی کسی است که قلبش رو زنده کرده، عقلش رو زنده کرد. قد احیا عقله، عقلش رو زنده کرده، اون نفس امارش رو کشته، یعنی مجاهده کرده با اون چیزی که جلوی راه کمالش رو میگیره و لطافت روحی پیدا کرده و شعاع انوار توحید و قلب و حق به قلبش نازل میشه. قلب این میشه آینه خدا. خب هر که خواهد هم نشینی با خدا، او نشینت در حضور اولیا، چون قلب اونها آینه خدا نماست. خب یک صلواتی بفرست. با همه این بحثایی که درباره قرآن خدمت شما عرض کردم و بنده کوچک همه شما هستم و با شما با هم تأمل کردیم در واقع درباره اینها، یک مسئله دیگری رو خیلی خلاصه انشاءالله بخوام بگم. قرآن درباره خودش ذکر میکنه و اون این است، وقتی قرآن خودش رو نام میبره نامهای مختلفی داره. مثلا یه جا میگه قرآن حکیم است، یا بل قرآن حکیم، یک با حکمت رو به خودش در واقع متصف میکنه، خودش رو به حکمت. ولی یک جای دیگه و یه مسئله دیگه هم این هست و بارها قرآن خودش را به عنوان ذکر معرفی میکنه. ذکر، ز و که و را. این ذکر مسئله است قابل تأمل و قابل توجه. چرا؟ وقتی من و شما درباره یک چیزی صحبت میکنیم، بعد مثلا میگم که خب شما اینو به یاد من بیانداز که بعداً فلان کار را بکنم. یعنی چی؟ یعنی من یک علم اجمالی و پیشینی دارم، بعد شما میخواید من رو ریمایند کنید و به یاد بیاورید. یادآورنده است. نه تنها درباره قرآن میفرماد پیامبر، نه تنها درباره قرآن میفرماد که ذکر است، حتی درباره پیامبر هم یک چنین تعبیری آمده است. پس یک، قرآن ذکر است. دوم، نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، یا انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ما این ذکر رو فرستادیم ولی خودمون هم حفظش میکنیم. خب این مسئله است. خب پس چطور؟ مثل اینکه ما قرآن رو میدونستیم، مثل اینکه انسان قبل یک چیزی از قرآن میدانست، مثل اینکه دین آمدن یک چیز تازه ای نیست که الان شروع کرده باشه 1400 سال پیش تازه به آدم بدن. نه، مثل اینکه زبان خدا داره یه چیز دیگه میگه تو اینو میدانستی، من دارم ذکرش میکنم، من دارم تذکرت میدم، من دارم با این کتاب تو رو دوباره به یاد آوری میآورم، یعنی به یاد میاندازم اون چیزی رو که فراموش کردی. میخوام بهت بگم ذکر این معنا داره. در فارسی هم به کار میبریم دیگه، یاد آوریه. ای پیغمبر تو مذکری، به یادشون بیار. چی رو به یادش بیار؟
آیا خدا نگفت در قرآن که من در عهد الست از شما قول بلا گرفتم و شما گفتید؟ من نپرسیدم از شما که آیا من خدای شما نیستم و شما گفتید قالوا بلا. آیا من عهد الست را، امانت را به شما ندادم و شما نگفتید که من اون امانت را میگیرید؟ و بعد من گفتم که شما ظلوم و جهولید. میدونید چرا؟ چون فراموش میکنید. در مقابل اون ذکری که قرآن خودشون معرفی کرده، من انسان یک کیفیتی دارم به عنوان غفلت. غافل میشم، فراموش میکنم. قرآن میخواد در مقابل اون غفلتی که من دارم به من ذکر بده، به من یادآوری بده و من رو احیا بکنه. آیات زیادی درباره قرآن هست، درباره ذکر بودن قرآن هست، اما چند تا مسئله هست. یه سری از اون آیات ها درباره انسان‌های گناهکار هستن که این انسان‌های گناهکار چجوری با ذکر از ذکر دوری گرفتن. یه سری آیات دیگه درباره این است که انسان‌های مؤمن چجوری با ذکر انس گرفتن. یه سری آیات دیگه درباره این است که شیطان چجوری شما رو از ذکر دور میکنه. خب یه سری آیات دیگه هم هست که چجوری ذکر بگیرید. حالا بیشتر از اینا هستا، ولی این 4 دسته رو چیزای دیگر هم میتونیم زیر این احسا بکنیم. از جمله مثلا آیاتی که میفرماید که درباره گناهکاران میفرماید نسبتشون با ذکر، الذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفر لذنوبهم. حالا یک کسی گناهانی کردن، فاحشه یعنی کار بدی انجام دادن، به خودشون ظلم کردن، اونا چی کار کنن برای اینکه برگردن؟ میگه که ذکر خدا بگن، استغفار کنن. حالا در جای دیگه من اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا. هر کس از ذکر من، یاد من، در یاد بودن من دور بشه، حیاتش در سختی و تنگی، نه فقط در این دنیا ها، در حیات ابد رو داره ذکر میکنه قرآن. یا مثلا خلاصه و من ازلم ممن ذکر به آیات الله، به آیات ربه فاعرض عنها. بدتر از اون آدم کیه که آیات ربش و خداشو بهش نشون بدن و بگن و این بگه ولش کن بابا، اینجوری زیاد میشه دیگه، درسته؟ اما انسان مؤمن رو میفرماید که یا ایها الذین آمنوا اذکروا، یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. من اینقدر خوشم میاد شما ذکر منو بگید که هرچی میخوام بیشتر بگید. حالا فقط ذکر گفتنی هم نیست، ذکر در واقع یادآوری قلبی خداست. چون عرض کردم اون ظاهر و باطن هست. این ذکری که خدا میگه و قرآن میخواد ذکر قلبیه، نه ذکر فقط زبانی. خدا کثرت عمل نمیخواد که مثلا ما 1000 رکعت نماز بخونم ولی یعنی در واقع گشادگی قلبی نسبت به حق و اینکه همواره در یاد او بودن معنیش چیه؟ همواره در یاد خدا بودن معنیش اینه که وقتی میگی الله اکبر در تمام 24 ساعت روز این کار کنه، نه فقط وقتی که نماز میخونم. یعنی چی؟ یعنی واقعا و حقیقتا باورمند باشه انسان که الله اکبر تمام شد رفت، یعنی چیز دیگری بزرگتر از اون نیست. الان که وقت ماه رمضان الله اکبر، بعد که ماه رمضان تمام شد مثلا چیزهای دیگه، بزرگترهای دیگه، اونا این فراموش بشه اون یعنی خدا رو نباید. در میگه که در مثلا بعضی زمانها به دردم میخوری، بعضی زمانها به دردم نمیخوری، اینطور نباید باشه. حقیقت ذکر دائمیه. در این دعاها هم که اگر میخونید مثلا زیارت، مثلا دعای کمیلی که برای امشب هست، در اونجا میفرماید که ما رو اشتغال دائمی به ذکرت بده. اشتغال دائمی شما نمیتونید فقط با زبان ذکر دائمی بگید، اون قلب باید ذکر بگه. یعنی قلب باید به حقیقت حق آگاه باشه، آشکار باشه و بدونه، یعنی متوجه تام باشد نسبت به حضور خدا. نتیجهش چیه؟ یعنی که من بفهمم من در محضر خدا هستم. در محضر خدا هستم، این غیبت رو میخوام بکنم؟ نه نمیخوام.
این رشوه رو میخوام بگیرم؟ نه نمیخوام بگیرم. نمیدونم این کار بعد میتونم؟ نه، چون در محضر خداست. یعنی ذکر آمد که قلب را روشن کند و قلبی که مظهر و مخانه ذکر خدا شد دیگه به اون کار نمیره. و بالاتر از این، اینا که مسائل ابتدایی دارم عرض میکنم. ببینید چقدر قشنگ خدا اصلا عاشق این چیزهاست. خدا نگاه کنید، الذین انما المؤمنون الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا و علی ربهم یتوکلون. مؤمنان کسانی هستند که وقتی نام خدا، یاد خدا به میان میاد، دلهاشون یه هراسناک میشه، یه مقدار در یک تشویشی میفته، در قدم خوف و رجا میفتند. و اذا تلیت علیهم آیاته، آیات حق رو که برای اونها میخونن، زادتهم ایمانا، ایمانشون بیشتر میشه. عجب، این کتاب اینجوریه، یعنی با مؤمن به طرفش میره زادتهم ایمانا، کافر به طرفش میره دور از ذکر میشه. یعنی با اون نگاهی که به طرفش میره، اون نتیجه اون کتابم باش همونطور رفتار میکنه که این با اون کتاب رفتار میکنه. الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم بذکر الله الا بذکر الله تطمئن القلوب. با نام خداست قلبها آرام میگیرن، آرامش میگیرن. لذا این دسته دومی از آیاتی راجع به مؤمنان بود. اما شیطان میفرماید شیطان نقشش این است که انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر و یصدکم عن ذکر الله. هزار چیز شیطان به وسط و میانه کار شما آدم ها با یکدیگه میاره، چه در خانواده باشی، چه تنها باشی، بیرون باشی، سر کار باشی. برای چی؟ برای اینکه شما رو از ذکر خدا دور کند، از ذکر خدا دور کند و اون در واقع شما رو از اون کمال خودتون جدا کند و منفصل کند. این آیاتی مثل این هم هست که به نقش انسان شیطان اشاره میکنه در اینکه انسان رو دور بکند از ذکرش، از ذکر حق. اما چجور ذکر بگی که این آیه زیبایی هم هست. خدا هم میفرماید نسبت خدا با بندهش. گفتیم خدا که دور که نیست، خدا در تو، در همه جا در عالم. زمزمه من و شما رو میشنود، لازم به زمزمه هم نیست حتی. حالا خدا قرآن اینجوری میگه وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفة دون الجهر من القول بالغدو و الآصال ولا تکن من الغافلین. خدا تو در دل خودت با تضرع و با خشوع، بدون اینکه صدا تو بلند کنی، صبح و شب یاد کن که از غافلان نباشی. خدا نمیخواد که انسان از غافلان باشه. ماه رمضان را آورد و همه نعمت‌ها و تشرف‌ها و دعوت‌ها برای اینکه ما رو به اون آگاهی و به اون بیداری برسونه. حالا این بیداری و آگاهی به قول مولانا میگه اذکر الله شاه ما دستور داد، اندر آتش دید ما را نور داد. به ما نور داد، به ما نور ذکر داد، به ما نور بیداری داد. آخه این بیداری که هم هست فقط بیداری من شخصی نیست. بیداری این است که انسان جای خودش رو در تمام هستی پیدا کنه. همه هستی، فرمود خداوند که تمام هستی تسبیح خدا را میگه. سعدی هم یه داستان دارد، میگه که من دیدم سحر بلبلان بیدار شدن نغمه میخونند، بعد دیدم که بقیه آدما خوابند. به پدرم گفتم که ببینیم بلبلا دارن ذکر خدا میگن، این آدما خوابند. پدرم گفتم این تو هم خواب باشی بهتر از این است که پشت سر دیگران صحبت بکنی. خلاص میفرماید که عرضم حضور مسئله این انسان و ذکر این است که همه هستی ذاکر حق به اکراه، یعنی چه بخوان چه نخوان ذاکر حق. اما مسئله انسان این است که به انتخاب ذاکر حق می شود، به انتخاب بیداری را انتخاب می کند، به اختیار انتخاب می کند. به خاطر همین است ارزشمند میشه، ارزشمند میشه این انتخاب انسان نزد خداوند.
خب یک صلواتی بفرست. اگر انسان اهل ذکر بشه وارد جریه هستی میشه، وارد اون دایره های چرخش های هستی میشه. میدونید اگر اهل ذکر نشه چی میشه؟ از اون دوران هستی دور حق جدا میشه و به مسیر دیگه میره. اون مسیر دیگه میشه نار، میشه آتش، میشه جهنم، میشه بهش میگن لعن، یعنی دوری از خدا، وارد دوری از خدا میشه. هر چه فراموشی بیشتر بشه اون دوری بیشتر میشه و هر چه فراموشی کمتر بشه و ذکر بیشتر بشه نزدیکی و تقرب به حق بیشتر میشه. خب آدم رو خداوند میگه من اسماءم رو بهش آموزاندم. وقتی هر کدوم از ما به ذکر خدا، به ذکر قلبی، به ذکر لسانی، به ذکر عملی آگاه میشیم به خدا، آگاه میشیم به حق، متصل میشیم به حق و اون تعلیم اسمایی که خداوند به انسان، به آدم داد متصل میشه. ذکر یعنی بدونی که هستی باطن هستی خداست، ظاهر هستی هم مظهر اسماء خداست. متصل بشی به اون حقیقت. عرضم به حضور شما، شاید بحث زیاد هست اما وقت کم هست. فقط یک داستان بگم، شاید بعضی از شما بزرگواران داستان رو میدونید ولی در مثال شاید مسئله بهتر تبیین بشه. جلال الدین رومی در کتاب مثنوی ذکر یک انسانی رو میکنه که مسافر است. یه نفر تصمیم گرفت از شهر خودش به شهر دیگری سفر بکنه. خب یک مرکبی داشت، یه اسبی داشت، چیزی داشت، با اون سفر میکرد. سوار شد و حرکت کرد به سمت از مسیر خودش به مقصد خودش. در راه بود در طول روز تا عصری شد، زمان عصر نزدیک غروب بود. گفت که من شاید باید استراحت کنم. منتظر بود جایی پیدا کنه استراحت کنه. یک مثل قدیم میگفتن خانقاه یا کاروانسرا یا هر چیزی پیدا کرد و دید که بله یه دم آدم اونجا. گفتش که من این اسبمو میذارم اینجا یا کنار استراحت کنه، خودم هم میرم توی اونجا، شاید یک غذای چیزی هم اونجا به من بدن که بخورم و بالاخره شبم میخوابم، صبحم بلند میشم میرم. حالا نگو اون کسانی که توی اونجا هستن یه عده هستن گرسنه تر از ایشون و وضعشون خراب. اونا خودشون خوشحال شدن که یه نفر اومد با مرکب آمده. اونا اصلا مثل این که فرض کن دزدان گردنگیری بودن. خب بالاخره باید ایشون رو یه کاری میکردن دیگه، بالاخره اموالش رو باید میگرفتن ازشون. یه نقشه‌ای کشیدن و رئیس دزدان به اون فردی که دستیارش بود گفت که خب برو بیارش توی جمع، ما یه برنامه‌ای بهش میچینیم، بعد میگیم که ما برنامه ذکر خدا داریم، ذکر میگیم و بعد از ذکر شام میخوریم. در این حین که ما ذکر میگیم و اینم تکرار میکنه، به یکی از اصحابش گفت، به یکی از آدماش گفت که این اسب رو ببر بفروش، با پولش غذا بگیر بیار که گرسنه هستیم، غذامون باید بخوریم. خلاصه به این آدم هم که اومده بود توی اونا جمع شده بود و فکر میکرد که اینها هم بالاخره صالحانی هستن، یا فکرم نمیکرد یا آدمایی هستن ذکر میکنن. گفت که منم برم و گفتن که بله ما اینجا برنامه ذکری داریم، شما هم علاقه داریم ملحق بشید؟ بله بله خیلی خوب. بعد شروع کردن به ذکر گفتن. خب شروع کردن به ذکر گفتن و این وسطه خب اون فردی بود که اسب اینو برداشت بره بفروشه غذا بگیره بیاد. یه نفر بود اون بیرون دلش میسوخت به حال این، هی اومد چند بار بهش بگه که ببین اسب تو بردن ها. این آقا به تقلید از ذکر اون جماعت چنان ذکر میگفت که هرچی این میومد بگه که آقا اسب تو بردن اصلا نمیشنید، اصلا گوشش بسته شده بود، شنوایی نداشت. فکر میکرد که باید هرچی بیشتر و بلندتر این ذکر رو بگه و بالاخره
خلاصه ذکر رو گفتند و البته حالا من تو اینجا نمیگم، ولی اون عبارت توی همین ذکرها، یکی از ذکرها این بود که خر برفت و خر برفت و خر برفت. حالا و اونم میگفت اینا رو، ولی نمیدونست که داستان چیه، فکر میکرد که اینم از کار اینهاست. خلاصه این اومدند و گفتند خب ذکر تمام شد، چون شام اومد و همه مفصل خوردند و اینم شامشو خورد، گفت عجب، هم ذکر گفتیم و هم شام دادن بهمون و هم اینجا میخوابیم. خلاصه اونا که شامو خوردند شب شد و دیگه کم کم که اینم خوابش برد، اونم یواش یواش گذاشتن از اونجا در رفتند و این آقا خوابید. صبح بیدار شد، این طرف اون طرف نگاه کرد، دید کسی زیاد نیستش اینجا، اما خب گفت که اشکال نداره، رفتن سر کارشون دیگه از اول صبح، منم برم اسبمو بردارم که برم به مسیرم ادامه بدم. اومد رفت ببینه که اسب من کو، وسایل من کو، کجا رفت اون چیزا؟ یه نفر دربان اونجا، آقا این اسب من کو، کجا رفت؟ گفت که ای آقا، مگه من نبودم دیشب اومدم هی بهت میگم که اسبت رو بردن، خرت رفت، تو به من گوش نمیدادی، تو داشتی بلندتر از اونها ذکر میگفتی، نشنیدی مگه من آمدم؟ نه نشنیدم. آدما کجا رفتن؟ اونا که دزدانی بودن رفتن سر کارشون. خب مولوی چی میخواد بگه با این داستان؟ میخواد این رو بگه. هر داستان میگه برای اینکه این داستان ها چی هن؟ حکمت دارن توش. میگه که ببین اون انسانی که از اونجا اومد، با سفر کرد اومد اونجا، خب اون اسبش حیاتش بود، زندگیش بود، جانش بود، سرمایش بود. سرمایه ما چیه؟ جان ماست. خب اون سرمایش بود. آمد سرمایش رو گذاشت اونجا، سپرد بالاخره به کسانی که خوب امانتداری نمی کنن. دوم، وارد ذکر شد، هرچی اونا میگفتن تکرار میکرد. این چه میکرد؟ این تقلید میکرد، این تحقیق نمیکرد، این داشت تکرار میکرد، این اصلا نمیفهمید چی میگند و چی میگوید. این از ظاهر به باطن اصلا نرفت، این در همون جایی هم که بود بلکه عقب‌تر رفت، یعنی جهل به جهلش اضافه شد. سوم، صبح بیدار شد. بیدار شدن نمونه چیه و مثال چیه؟ بیدار شد دید اسبش نیست. این مثال چیه؟ گفت مرگ. اون بیداری مرگ. پیامبر میفرماید الناس نیام فاذا ماتوا انتبهوا. مردم خوابن، وقتی بمیرن بیدار میشن. یه دفعه بیدار شد، مواجه شد با حقیقت که ای بابا اسب رفته، منم ذکر گفتم، مثلا ذکر نبوده که، اون چیزی بوده منو گول بزنن، سرمایم رفت، عمرم رفت، زندگیم رفت و به تقلید گذشت. کتابی که کتاب ذکر است میخواهد انسان زندگیش به تحقیق بگذرد، نه به تقلید. این کتاب عجیب است در این که بخواد انسان محقق شود. این کتاب عجیب است، انسان هرچه عمیق‌تر توش بره قرآن عجیب‌تر آشکارگی دارد، خیلی عجیب‌تر. لذا این است داستان، این است قرآنی که ذکر است، قرآنی که یادآورنده است و ذکر حقیقی است، میخواد انسان را از ظاهر به باطن، از قشر به درون و به عمق ببره و با حقیقت متصل کند ان شاء الله. امیدوارم که چنین بشود درباره همه ما که با باطن قرآن و باطن ذکر و با حقیقت ایمان و با حقیقت دین متصل بشیم و به کمال توکل و به کمال انسانیت خودمون و به کمال ادب مع الله ان شاء الله برسیم. و به قول حاتف اصفهانی میگوید که یار بی پرده از در و دیوار در تجلی است، یا اول الابصار. چشمت را باز کن، چشم دل باز کن که جان بینی، هر آنچه نادیدنی است آن بینی. میگه اینطور شو، این قلبت را که پاک کردی و به ذکر در آمد، بذار چشم جان انسان باز شود که چشم حق بین بشود، که چه بفهمد که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو.